با جامعه و تفکر کمونیستی برخورد نموده و از آن انتقاد می‌کند. وی خطاب به خوانندگان می‌نویسد: بسیاری ممکن است بپرسند که چرا مردم در اتحاد شوروی بر ضد برده کنندگان خود قیام نمی‌کردند؟ آیا دستگاه اختناق و شبه نظامیان و کاگبه واقعاً اینقدر نیرومند بودند؟ بله، این دستگاه مقتدر بوده و هست، اما این وسایل تنها شکل اصلی کنترل نبودند. به قول مارکس، همه چیز، اساس همه چیز اقتصاد است. در اینجا مردم را با وسایل اقتصادی زیر کنترل درآورده بودند. هر فردی در اتحاد شوروی از لحاظ اقتصادی به کلی وابسته به دولت بود. برای شغلش، حقوقش، وسایل منزل و اقامتش و مرخصیش. همه ابزار ادامه حیات تحت کنترل دولت بود و هیچ کس در چنین وضعیتی نمی‌توانست به دریافت کمکی از جای دیگر امیدوار باشد. با این حال وضع اقتصادی مردم شوروی آنچنان بد نیست که آنها را تحت لوای چیزی نداریم که از دست بدهیم علیه مقامات بشوراند. مردم نه زندگی لوکسی دارند و نه در فقر به سر میبرند و مقامات این وضع را بنا به مصلحتی حفظ میکنند. او درباره استخدام عامل اطلاعاتی توضیحاتی ارائه میکند و شاگردهای کاگبه را توضیح میدهد. در خصوص افسر تماس نیز میگوید: کلمات اطلاعات و جاسوسی و منبع و کاگبه را هرگز نباید به کار برد. روی هم رفته هرچه فرد نشان شده درباره افسر اطلاعاتی و سازمانش کمتر بداند بهتر است. واکنش فرد نشان شده نسبت به یادگیری معمولاً مثبت است، اما اگر تحول روابط به صورت نوع رسمی آن مایه وحشت او می شود و از ادامه همکاری سرباز می‌زند، دیگر نباید فشار بیشتری بر او وارد آورد. در مورد وظایف مخبر اطلاعاتی و شرح مختصری از وضعیت مدرسه 101 توضیحاتی می‌دهد. درباره انقلاب روسیه را در غرب روسی می‌نامند، چنانچه منظور انقلاب فوریه 1917 باشد کاملا صحیح است. در آن انقلاب خودکامگان سرنگون شدند، اما کودتای اکتبر و کسانی که در نتیجه آن روی کار آمدند به کلی موضوع دیگری است. اگر کسی در این باره تردیدی داشته باشد، پیشنهاد می‌کنم به مجموعه آثار لنین که در سالهای دهه 30 چاپ شده باشد مراجعه و به نام خانوادگی نمایندگانی که در کنگره حزب شرکت جستند نگاه کند. آنگاه همه چیز روشن خواهد شد. همچنین بیفایده نخواهد بود اگر به اسامی بلشویک‌های قدیمی در دایره‌المعارف بزرگ